طالبان میگویند قانون منع تصاویر موجودات زنده به تدریج اجرا خواهد شد. طالبان با هدف اعمال قوانین شریعت دستور منع نمایش تصویری موجودات زنده در رسانه‌ها را به تدریج در افغانستان اجرا می کند. بر اساس این قانون که به تازگی در ولایت‌های چون تخار، قندهار، بادغیس و هلمند اجرا شده است، نمایش تصویر انسان‌ها و دیگر موجودات زنده از رسانه‌های تحت کنترل طالبان ممنوع شده است. در تخار این محدودیت منجر به توقف فعالیت تلویزیون ملی و برخی شبکه‌های خصوصی شده است. وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرده است که این قانون به تدریج در سایر ولایت‌ها نیز اجرا خواهد شد. این اقدام نگرانی‌هایی را در میان حامیان رسانه‌ها و خبرنگاران به وجود آورده است، چرا که محدودیت بیشتری را بر آزادی بیان و اطلاع رسانی تحمیل می کند. سازمان‌های حامی رسانه‌ها این ممنوعیت را نقض آزادی بیان توصیف کرده اند و نگران افزایش محدودیت‌ها بر رسانه‌ها هستند. برخی ادارات دولتی طالبان هنوز این قانون را به طور کامل رعایت نمی کنند و گاه از تصاویر و ویدیوها در گزارش‌های خود استفاده می کنند. سازمان‌های حامی خبرنگاران افغان ممنوعیت انتشار تصاویر موجودات زنده در رسانه‌ها از سوی وزارت امر بالمعروف طالبان را نقض ذره‌ای آزادی بیان و تلاشی برای محدود کردن اطلاع رسانی دانسته‌اند و آن را محکوم کرده‌اند. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر بالمعروف حکومت طالبان، در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه اعلام کرده است که این قانون برای همه افغانستان و به تدریج اجرا خواهد شد. از سوی دیگر هم مرکز خبرنگاران افغانستان چند روز پیش گزارش داده اند که نشرات محلی تلویزیون ملی در تخار به دلیل ممنوعیت نشر تصاویر زندجان متوقف شده است. این در حالی است که برخی منابع میگویند که همزمان منابع از توقف نشرات دو تلویزیونی خصوصی در این ولایت خبر میدهند. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که حبیب الله حنفی، رئیس امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در تخار، در روزهای قبل در نشستی با نمایندگان رسانه‌های محلی و شماری از خبرنگاران تاکید کرده که دستور منع نشر تصاویر زندجان باید اجرا شود. این ممنوعیت به تدریج در سایر ولایت‌ها نیز اجرا می شود و هدف آن انطباق فعالیت رسانه‌ها با قوانین طالبان است. در این راستا بخش برنامه‌های زنده سیاسی و نقد قوانین طالبان نیز به شدت کنترل می شود، به طوری که رسانه‌ها ملزم هستند به برنامه‌ها و مهمانان خود را برای تایید به وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان معرفی کنند. در همان روزهای ابتدایی سقوط نظام جمهوری و بازگشت دوباره طالبان به قدرت، زنان کارمند در رادیو و تلویزیون ملی از کار در این رسانه محروم شده اند. اما در این روزهای اخیر نشرات تلویزیون ملی در ولایت بادغیس نیز متوقف شده است. این اقدام به دنبال دستور طالبان مبنی بر ممنوعیت پخش تصاویر موجودات زنده صورت گرفته است. این ممنوعیت که تحت عنوان قانون امر بالمعروف و نهی از منکر اعمال می شود، به تدریج در مناطق مختلف افغانستان اجرا می گردد. پیش از این ولایت‌های دیگری مانند تخار و قندهار نیز شاهد توقف نشرات تلویزیونی به دلایل مشابه بودند. این تصمیم بخشی از تلاش‌های طالبان برای اعمال محدودیت‌های بیشتر بر رسانه‌ها و مطابقت فعالیت‌های آنها با تفاصیل سخت گیرانه. فعالیت رسانه‌ها و ویژه تلویزیون‌ها در این مناطق به شدت محدود شده است و تنها بخش برنامه‌های رادیویی ادامه دارد.